خب سلام عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان، کسانی که از اینستاگرام و گوگل میت بنده را همراهی میکنید. سمیر عزیز سلام. فعلا تنها فردی هستی که در لایو با تو هستم. سهیلا، مینا و سارا خانم منو از این لحظه همراهی میکنن و بریم ببینیم که در جلسه 55 چیا میتونیم بگیم. سلامت باشی عزیزم و هر جور که میدونم در اختیار شما بگذارم. سوالی داشتید در خدمتم. خب من متن در کانال تلگرامی مثل همیشه شیر کردم. اگر عزیزی خواست طبیعتا اینجا میتونه داشته باشه. اینجا الان در گوگل میت داریم متن. موضوع برای خودم جذابه. ما یه سری کارا در ایران باید بکنیم. آدم هایی که سوال دارید سارا خانم؟ سلام استاد و همگی. استاد متن کجاه؟ من نمیبینم چرا. متن پین شده توی گروه تلگرامی. اون چنل یا اون یکی؟ نه تو گروه تلگرامی است. آها پین شده. آها اوکی. آره بخشید مرسی. میگه نوشتید 55 دیگه؟ بله درست. دقیقا. متشکرم مرسی. خواهش میکنم. سلامت باشید. خب یه لحظه. خب بریم سراغ متنمون. چرا این متن رو انتخاب کردم؟ به این دلیل که ما یه سری کارها رو واقعا باید در ایران انجام بدیم، نمیدیم. یعنی حالا دلایلش که تا حد زیادی مشخصه. این کار نیستن واقعا متولیان امر. اما این موضوع از این جهت برای من جذاب بود که استرالیا بعد از، چون من این خبر رو دنبال میکردم از پارسال، اینها کشوکش‌های زیادی داشتن برای اینکه بتونن یه اعمال نظری بکنن روی استفاده از بچه‌ها در مدارس برای استفاده از تلفن همراه و اینجور چیزا. بالاخره استرالیا این کارو کرد. وود فست کلمه‌ای که در متن هم وجود داره برای اولین بار در دنیا. خب ما شاهد اجرا شدن این چنین طرح‌هایی به شکل جزئی بودیم. در فرانسه من مطلب خوندم که فرانسوی‌ها دغدغه دارن در موردش. حالا کشورهایی که من مطلبشون رو خوندم دارم میگم. آلمان این رو داشته مثلا. بعد اون استرالیا میاد اجراش میکنه و خب داستان داره، مثل کرونا که قبلا دنیا تجربهش نکرده و لازمه براش پروتکل بنویسه، بیان فکر کنن با حمل و نقل چیکار کنن، با هواپیمایی چیکار کنن، مدارس رو چیکار کنن، شرکت‌های خصوصی باید چجوری باشن. همه اینا داستانه. خب و اینم اولین بار میاد تو دنیا پای یه قضیه‌ای وای میسته که آقا بچه‌ها از سن 16 مثلا به پایین نمیتونن از سوشال میدیا مثلا در مدارس استفاده کنن یا یک جاهایی که ما میگیم. فکر نکنید همین جوریه. برید بخونید کلی فوش میدن، کلی میان سنشون رو تغییر میدن که بگن من مثلا الان 17 سالمه. اینا رو باید بریم ببینیم واقعا تو دنیا چه اتفاقی داره میفته. استرالیا دستش درد نکنه به عنوان یک کشور پیشرو این کار کرد. حالا میگه که تیتر چیه؟ میگه Australia social media ban has given us a way to fight big tech and get my son back on his skateboard. یکی از دلایلی که من زیاد گاردین میخونم و مثلا مجله‌ای مثل اکونومیست، یکی از خوبی‌های اینها اینه که اینا کیس استادی هایی که در موردش مطلب می‌نویسن و خودشون خیلی وقتا تجربه میکنن. خب یعنی الان سلام محمود عزیز، خودشون تجربه میکنن. الان نویسنده این متن خانم آقای کاری نداریم یه خانمی بود، خودش تجربه کرده، خودش مادره، خودش درگیر این موضوع. خب یه نفر تو فضا نمی‌نویسه متنو، خیلی همزاد پنداری بیشتری داره تا اینکه من مثلا یه خانمی باشم ازدواج نکرده بعد بیام در مورد مشکلات مادرهایی که حالا بچهشون از امروز نمیتونه سوشال میدیا به روش‌های قدیم و به میزان قدیم دسترسی داشته باشه و چه دردسرهایی داره این وسط. این آدم، این مادر باید طبیعتا، خب بچه الان تا دیروز
وقتش رو صرف یه کارهای در واقع یه سری سایت ها و اینستاگرام و اینا میکرده. الان وقتش آزاد میشه. اون مادر نمیتونه همینجوری بگه که خب باید ببینه باید چی کار بکنه واقعا. یعنی این چیز هست. خانم ادیب، دکتر ادیب هم اینجا هستن. ادیبی عزیز، خواستم ببینم که اگر سوالی داشتید من در خدمت شما هستم، چون ریکوست دادید برای اینکه در لایو ویدیو باشید. طبیعتا الان دارید لایو رو میبینید شما، ولی اگر سوالی داشتید من بعد از توضیحاتم باز میکنم، در خدمت شما هستم اگر بخواید بیاید روی لایو ما. خب میگه Australia's social media ban has given us a way to fight big tech. سوشال میدیا بن یک ترکیب خوبه، من قرمزش کردم. قرار کلاس همون اینه که ترکیب های قرمز رو به عنوان کالکیشن های خوب نگه داریم. سوشال میدیا مدیا نیست، میدیاست. میدیا جمع، ما یک جمع های قانون پذیر داریم که SOES بهشون اضافه میشن. یه جمع های قانون ناپذیر داریم که بهشون میگیم بیقاعده. مثلا child میشه children، مثلا گوس میشه گیس و مثلا میدیم میشه میدیا. اینا رو باید بدونیم. استیدیه جمع استیدیم هست، هرچند که خیلی هم میگن استیدیمز و بالاخره جا هم افتاده حتی در برخی از نواحی انگلستان و آمریکا، اما استیدیه هست. پس اینا رو هم باید بدونیم. کاکتوس کاکتای هست، جمع کاکتوس نمیشه کاکتوسز، میشه کاکتای. اینا بیقاعده ها هستند. مثلا یه لیستی دارن، یه لیست محدودی دارن، باید بریم یادشون بگیریم طبیعتا. اما social media ban has given us a way to fight big tech. با این تکنولوژی بزرگی که آقا اسمش داره میذاره باید مبارزه بکنیم و سوشال میدیا بنی که استرالیا بالاخره آورد این راه رو پیش پای ما میگذاره. و در ادامه میگه and get my son back on his skateboard و پسرم رو برمیگردونه به اسکیتبوردش. یعنی میره اسکیتبورد بازی میکنه، دوباره اون رو به فعالیت برمیگردونه. پاراگراف اول. A few weeks ago my 14-year-old went into the garage 4 نمیتونه تلفظ بشه، چک بکنید، وارد جزئیاتش میتونید بشید. متن برای شما قابل مشاهده نیست. عجیبه. آیا بقیه هم مشکل دارن؟ نه استاد، احتمالاً نت ایشون ضعیفه. ممکنه محمود عزیز، اگر ممکنه نتت رو عوض بکن، چون متن رو من اشتراک گذاشتم. اگر از طرف من باشه به من پیام میده که متن از اشتراک خارج شده. سلامت باشی. میگه my 14-year-old went to the garage, pulled out his skateboard and told me this was going to be his skate park summer. نکته‌ای که میتونم در خط اول بگم چیز خاصی نداره. نکته‌ای که میتونم بگم اینه که a few weeks ago، از این عبارت‌های ساده نگذریم. ما همچنان بچه‌هایی داریم در راکتینگ در جزئیات مشکل دارن. من چقدر باید بگم برید زبان عمومیتون رو خوب بکنید. وقتی داری کتاب مثلا امریکن انگلیش فایل 1 رو میخونی، فکر نکن اون مطالبی که داری میخونی مطالب بیخودی هست. ساده ترین چیزا گاهی وقتا واقعا در یک جایی در تسک یک آکادمیک دست شما رو میگیره، یه جایی در اسپیکینگ دست شما رو میگیره. سلامت باشید. امیدوارم که اینترنتتون هم خوب بشه. این بحث نت هم واقعا یک سردرد تکراری است. A few weeks ago. حالا برای بچه‌هایی که سطوح پایین‌تر هستن این ترکیب میتونه خوب باشه. A few یکی از به تعبیر من شناسه های اسم هست. یعنی هر جا این کلمه رو دیدید few و a few، ما بعدش باید چیکار بکنیم؟ یک اسم حتما بیاوریم. من میتونم صفت بیاورم، بگم a few مثلا چه میدونم well trained teachers مثلا، اما اسمش چیه؟ شناسه اسمه. پس حتما باید اون teachers بیاید. حالا اینکه well trained بیاید یا نیاید اون دیگه جزء اجزای مکمل است. میگه my 14-year-old، اما نمیگه my 14-year-old son یا چی. یاد بگیریم اینها رو. یه جاهایی من میتونم ریدیوس بکنم، یه چیزایی رو نیارم، از دل متنم اگر درست نوشته بشه بر بیاد.
هرچند که وقتی تیتر داره اینو میگه، اینا پاراگراف اولی که من دستکاریش نکردم، طبیعتا ما میدونیم که 14-year-old به کی داره اشاره میکنه، چون تو تیتر گفته بود get my son on his skateboard. I was curious about what was sparking his renewed interest in an activity he hadn't thought about since he was 12. Curious about یعنی در مورد چیزی کنجکاوی کردن. Why didn't you ask me the question? I was just curious about it. میتونه مثلا یه مکالمه اینجوری باشه. Spark interest. شما میتونید اینترست خودتون رو یا هر کس دیگری رو سپارک بکنید. یک عاملی میتونه سپارک بکنه اینترست شما. اینترست اینجا به معنی علاقه‌مندیه و سپارک هم به معنی در واقع تحریک کردنشه. میگه که I was curious about what was sparking his renewed interest. جالب بود برام، کنجکاو بودم بدونم چی این چیز رو تحریک کرده، این علاقه‌مندیشو. renewed interest. این renew خودش یه فعل فوق‌العاده است، خیلی فعل بیچاره‌ایه، به این خاطر که زیاد تحویلش نمیگیریم. خیلی فعل قشنگه. مثلا ما وقتی میخوایم ویزا رو تمدید بکنیم خیلی از کلمه extend استفاده میکنن، از فعل extend، در حالی که این renew هم میتونه استفاده بشه. new renew دقیقاً به معنی مساوی extend هست. extend visa, extend my stay یا مثلا renew my stay in a hotel. اینا ترکیبایی است که میتونید استفاده کنید. استاد سلیمانی عزیزم، آقا مرتضی عزیز، خوشحالم که شما رو اینجا میبینم. He hadn't thought about since he was 12. His response, the band. دیگه به عنوان مادر مثلا مونده بودم که چی شده، این یهو رفته سراغ اون علاقه renewed و میگه که از 12 سالگیش الان 14 سالشه، 2 سال اصلا طرفش نرفته، بعد یهو رفته اسکیتبوردش رو دوباره برداشته. چه شده این بچه ما؟ His response, the band. مامان جان چرا اسکیتبورد رو دوباره برداشتیم؟ مثلا بابا چیکار کنم؟ سوشال میدیا رو بستن، مثلا مدرسه گفته دیگه نمیتونیم اینترنت بریم. حالا اینترنت منظور نیست، منظور شبکه‌های اجتماعی. فیسبوک یکی از اهداف مثلا. I was thrilled. قابل توجه بچه‌های ISC. thrilled من اینو بارها گفتم. به جای اینکه کلمات low calorie یا calorie free استفاده بکنید در IS، این خیلی مبحث مهمیه، خیلی مهمه. به جای اینکه بگید very 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 که اون very ها هیچ چیزی نداره، هیچ اعتباری به حرف شما برای نمره گرفتن اضافه نمیکنه، بیاید از صفت‌های بهتر، از جایگزین‌های بهتر استفاده بکنید. مثلا excited, happy. خب یه مادری میخواد بگه I was so happy, I was very much excited. به جای very excited یا very much excited بگه چی؟ یا happy بگه thrilled. خیلی صفت بهتریه، در جایگاه بالاتری قرار میگیره. این یکی از چیزاست. این نکته رو برید روش تمرین بکنید. من دارم ماهیگیریشو به شما یاد میدم. من نمیام در مورد کلمه thrilled حرف بزنم، میام یه نکته ماهیگیرانه به شما یاد میدم. این نکته است. میخواید در آیس نمره بالاتری بگیرید، این یکیشه. برید تمرین کنید روش. یه چیزی بگید، ریکورد کنید، بعد بگید که اینی که من گفتم، این صفتی که من گفتم و چجوری میتونم ارتقا بدم. فکرم نکنید برای نمره 9 گرفتن باید چیکار بکنیم، حتما بریم سراغ صفتایی که مثلا در دیکشنری ها رجیستر C1 C2 بهشون خورده. نه، قاعده آیس اصلا نگاه کتاب 504 رو بهش نداشته باشید. سوالی داشتید بیاد از من بپرسید، من صادقانه خالصانه میگم بهتون ماجرا چیه و برید روش تمرین بکنید. As far as I was concerned, Australia's world-first social media law aimed at preventing children under 16 from accessing social media apps was already a success. درست خوندن
منجر به درست فهمیدن میشه. اگر در ریدینگ مشکل دارید، یکی از دلایلش اینه که شما چانک های زبانی رو نمیدونید. اینو بارها در کلاسام گفتم، الان دوست دارم بداهه در موردش صحبت کنم. ممکنه متن تمام نکنیم، من مهم برام اینه که تو این کلاس چیزایی به شما بگم که بقیه نمیگن. اگه خوشتون اومد کارتون رو انداخت دعا کنید، اگر نه که یه نکته بوده. خب as far as I was concerned خودش ترکیب خیلی خوبه. جاهایی که میخواید نظرتون رو بگید هی نگید in my opinion، به خصوص مثلا جاهایی که یه مقدار فضا جدی تره، یه مقدار نظر شما باید در واقع تو یک ادبیات جدی تری بیان بشه. مثل کجا؟ مثل پارت 3 speaking IELTS. مثل کجا؟ مثل writing task 2 IELTS. As far as I was concerned, as far as X is concerned، حالا هر کسی یا هر چیزی، تا جایی که به فلان چیز مربوط میشه. این میشه مثلا ترجمه حدودش. میگه World First Social Media Law. ببینید تو سطح دنیا اولا اینا که اومدن سوشال میدیا بند و سوشال میدیا لا گذاشتن. کارشون هم سختشون، فوش میخورن، بالاخره وزیر آموزش پرورش میره تحت فشار و اینا، ولی پاش وایسادن دیگه دمشون گرم. نکته‌ای که میخواستم بگم در مورد چانک هاست. ببینید من یکی از روش‌هایی که میتونم خوندنم رو درست کنم که هم شیواتر شنیده بشم اگه دارم برای نفر میخونم، هم اسمش بهتر بفهمم، اینه که بیام پیدا بکنم که آقا چانک های زبانی که یه سری ترکیب ها هستن متشکل از یه سری اجزا، اینا چی هستن؟ اینا چجوری به دست میاد؟ خانوما و آقایون عزیزی که دارید زبان عمومی میخونید تو سطح A1 A2، مهمترین سطوح برای این که من این قاعده رو جا بندازم تو ذهنم همین دو سطحه. شما وقتی بالا میاد تو سطح مثلا B2 و C1 و اینها، خیلی سنم دارید اونجا، خیلی اتفاقات دیگری باید رقم میخوره. اگر سنگ بنای سوادتون رو درست گذاشته باشید که یکیش میشه همین سنتنس استراکچر، یعنی سر در بیاری صفت چیه، اسم چیه، این دوتا کنار هم میان چجوری باید تلفظ بشن. خب اگر اینا رو برید تو بهرش، میاید بالاتر، ریدینگ های آیلتس رو بهتر میخونید، سریعتر میخونید و بهتر میفهمید، به سوالات بیشتری جواب میدید. اینا بعضیش ریشه داره ها، یعنی به من میگن چرا من true false not given میزنم نمرم بالا نمیاد. خیلی دلایل میتونه داشته باشه. یه دلیلش میتونه تکنیکی باشه، ولی خیلی از مواردش مربوط به زبان عمومیتون میشه. As far as I was concerned، و وقتی دارید سپیکینگ میکنید تو سپیکینگ آیلتس بچه‌ها یه جاهای مکس میکنن، برای من خیلی عجیبه. انگار که من تو فارسی بگم وقتی داشتم با مادرم تو خیابون قدم میزدم، مکس های بچه‌ها تو فارسی اینجوریه. چرا؟ ببخشید تو سپیکینگ تامینایی که برای من میفرستن، ریکوردایی که برای سپیکینگ میفرستن، سنتنس استراکچر نمیدونه، بنابراین حتی در مورد prefabricated phrase هایی مثل as far as I was concerned هم دوچار وقفه های بیجاست و من اینا رو در کلاس اسپیکینگ هم سعی می‌کنم درست بکنم. as far as I was concerned اگه میخوای مکس بکنی اینجا باید مکس کنی، نگو as far as I was concerned. این چیه؟ مثال معادل فارسیشو گفتم چجوری شنیده میشه. اگزامینر میگه چرا اینجاها داره استوب میکنه. As far as I was concerned نفس بگیر. Australia's world first social media law، این عبارت داشته باش، aimed at، ببین من ترکیب میدونم، من میدونم aimed at ing یه ترکیبه. aimed at prevent something یا someone from doing something. اوکی؟ من اینو میدونم تو ساختار، تو سطوح A1 A2 میگم aimed at preventing who؟ children under 16. ببین children under 16 نمیخونم. children under 16 from what؟ from accessing social media ban. خب این که جمله اصلی نبوده، پس فعل ما به کجا برمیگرده؟ was already a success. یه نمونهش رو گفتم.
حالا برید در تامین‌های دیگه ببینید که چجوری هست. خب social media law, social media ban, social media apps 3 تا ترکیب با 2 کلمه ثابت social media اینجا اومد. Aimed at preventing. This course is aimed at یک کاری بگید. این دوره هدفش اینه که ما میخوایم اینو ترجمه کنیم به فارسی. خب هدف این دوره اینه که ما چی میگیم؟ خداییش. اگه یه نفر دوست داره بگه که اگه بخوایم ترجمه بکنیم هدف این دوره اینه که چی میگیم؟ اگر این عبارت خوشگل و کم استفاده رو حواسمون بهش نباشه. کسی میتونه بگه ما چی میگیم؟ مثلا من دارم فکر میکنم به ترجمه های واژه به واژه. The aim of this course آره میشه گفت، ولی بالاخره نشون میده که من سطح زبانم از یه جایی بالاتر نیست. This course is aimed at میتونیم اینجوری بگیم. هر چیزی was aimed at, is aimed at, is going to be aimed at. اینا دیگه بازی با زمانها دست شما. بعد نمیگه که was already successful، میگه was already a success. به این ریزه کار یاد بکنید. But this week as the ban took effect، در مورد لایحه تو مجلس، در مورد قوانین وقتی لازم الاجرا میشن از take effect استفاده میکنن. خیلی که دوبارم تو این متنی که من خلاصه کردم اومده، همین پاراگراف هم پاراگراف بعدی خط اول میگه با this week as the ban took effect، یعنی با لازم اجرا شدن یا اجرایی شدن یا به مرحله اجرا در اومدن این در واقع ban یا محدودیت هر چیزی که بگیم my son wasn't so sure، مونده بود اصلا بچه چیکار کنه. Access to his accounts remained largely unchanged. یه صفت فوق‌العاده قبل از یک کلمه‌ای که میتونه نقش صفت، یک قید فوق‌العاده ببخشید قبل از یک کلمه‌ای که میتونه نقش صفت رو بازی کنه بهش شدت معنایی و نمره آوری میدهد. خانم آقایون، access اگر فعل باشه احتیاج به حرف اضافه نداره، اگر اسم باشه نیاز داره. پس میگه access to his accounts به خاطر اینکه این access اینجا اسم است. حواسمون به این موارد ریز باشه. اگه برید تو خط دوم ببینید گفته from accessing social media apps، نمیگه from accessing to social media apps، چون اونجا فعل بوده آینجی گرفته، اینجا اسم است. اینا رو من بارها خطاهاشو در رایتینگ بچه‌ها دیدم. Remain largely unchanged. Many of his friends were in the same position. دوستاش هم تو همین وضعیتن. Across the country، یعنی از این بعد تا اون برای کشور، در سر تا سر کشور across the country the rollout has been uneven as social media companies try to work out how to verify kids' ages. این یکی از مشکلات ماجرا است که این شرکت‌های سوشال میدیا میخوان مثلا مثل فیسبوک میخوان مطمئن بشن وریفای بکنن سن بچه‌ها رو. این بچه‌ای که میگه من 17 سالمه 13 سالمه واقعا تو این سنه یا نه، دردسر دارن دیگه، یکی از چالشاشونه. The rollout یعنی ریلیز. The rollout has been uneven یعنی چی؟ uneven یعنی غیر مسطح، یعنی یه جایی صاف باشه یه جایی نباشه. خب یعنی مثلا در تهران طرح داره خوب اجرا میشه، بعد در سنندج گیر و گور دارن، در مشهد فلان مشکل هست، اینجا طرح رو اجرا کردن اونجا گفتن اگه میشه یه 2 روز دیگه به ما فرصت بدید. The rollout has been uneven as چرا این اتفاق افتاده؟ As social media companies try to work out به معنی calculate هست. اما اگه calculate استفاده بکنید بیشتر به درده هم رایتینگ میخوره هم سپیکینگ، اما اگر work out بگید بیشتر به درد سپیکینگ میخوره. چرا؟ چون work out چیه؟ یک phrasal verb هست و phrasal verb ها اولویت دارن در سپیکینگ به کار برن تا در رایتینگ، هرچند این قاعده کلی. verify هم به معنی تایید کردنه. پس as social media companies trying to work out how to verify kids ages، اینم باقی ماجرا. اینا دارن محاسبه میکنن، ورک اوت میکنن، همونجوری گفتم میتونید کلکولیت رو به عنوان
هم معنیش به کار بره، دارن میسنجن ببینن چطور میشه سن بچه ها رو وریفای کرد، تایید کرد و مطمئن شد که اینا اون سنی که میگن هستن. خب به این پاراگراف آخر خب میگه but in the days since the ban took effect، یه بار دیگه اون عبارت خوشگل آورده، I have noticed that protecting our kids is not the only agenda we are pursuing. Pursue agenda من نیومدم قرمزش بکنم، حالا گفتم همه چیرم دیگه نشاندارش نکنم. Pursue an agenda. میگه I have noticed that protecting our kids is not the only agenda we are pursuing. Many of my generation یه نکته به رابطه in the days since the ban took effect و این برای ماجرا فعل به کار رفته در زمان حال کامل دقت بفرمایید. have noticed. خب اینا ارتباطشون خیلی مهمه. Many of my generation seem، اینجا دهه 60 یا دهه 50 یا همزاد پنداری میکنن با قضیه. Many of my generation seem to want to go back to the good old days. خیلی از آدم‌های نسل من ظاهراً دوست دارن برگردن به اون دوران good old days. چه روزایی بودا، میشستیم مثلا دور حوض خونه مامان بزرگ توی مثلا تفرش و هندونه مینداختیم و هل میدادیم هم دیگر رو تو حوض و چه روزایی بود good old days. Want to go back to the good old days when childhood in Australia was dominated by sun, surf and backyard crickets. حالا طبیعتا اینجا کانتکست استرالیاست که یادش بخیر خونه مثلا کودکی من توش اینها پررنگ بود. ببینید من میگم گیر ندید به ترجمه، من این دامینیت رفته تو ذهنم، هر جا میخوام بگم یه چیزی توسط یه چیز، مثلا یه چیزی احاطه کرده، مثلا با ترجمه کار ندارم، ترجمه شما رو محدود خواهد کرد، ترجمه شما رو کانالیزه میکنه. بد نیست چند نفر میخواد مترجم بشه، ولی برای اینکه بتونید اینا رو در جملاتتون بگید و بنویسید لطفاً گیر به ترجمه ندید، چون کانالیزه شما رو جلو میبره. الان من دامینه تو ترجمه کردم پررنگ، برو دیکشنری ببین اصلا همچین معنی گفته. Okay. مثلا Instagram right now is dominated by Gen Z jargons. الان اینستاگرام شده پر از این پیجایی که دارن زبان نسل زد رو میگن. مثلا نو کپ یعنی چی؟ بعد جالبم اینجاست که هیچ کدومشون نمیان خلاقیت به خرج بدن، یه ذره تغییر بدن. مثلا اونی که اومده 7 کلمه رو گفته، تو دیگه نه یه 7 رو بگو، بیا 4 تاشو بگو. کپی. من برای همین با اینستاگرام اصولا مشکل دارم. آدم کپی کار نیستم و خب اینستاگرام هم میگه نیستی، یه تیپا میزنه زیر پای ما و پیج لینگو بایس میشه 7K فالوور، پیجای دیگه میشن 580K. چون من اساسا فالوور نیستم. مشکل من با این اپلیکیشن های دنیای امروز اینه. خب was dominated by sun نمیگه the sun، چون منظورش آفتاب نیست، نور آفتابه. by sun, surf and backyard cricket. چه روزایی بود تو بچگی فلان. I sympathize with the sentiments. من با این حس و حال همزاد پنداری میکنم. but I'm also mindful. اما حواسم به این هست که mindful، حواسم هست that this idyllic، اگر بریتانیایی تلفظ میکنید، یا idyllic اگر امریکن تلفظ میکنید، که من امریکن هستم پس باید بگم idyllic vision of childhood only existed for some. اما حواسم از چه روزایی بوده واقعا اینجوری، اما حواسم هست که این در واقع
تصویر ایدئال و جذاب، ایدئالیک به معنی پلزنت هست، مطبوع و باحال و نمیدونم جذابی که دارم به تصویر میکشم only existed for some، برای یه عده جواب میده ها. مثلا شما همین تصویر اگه بیاد بگید میرفتیم خونه مادر بزرگمون کنار حوض میشستیم با دختر خاله ها میشستیم دور هم، چه و طرف میگه که چه زندگی مسخره‌ای بوده. خب میگه که only existed for some، یعنی فقط برای یه عده وجود داشته. کلمه sympathize رو که با اس نوشته فعلش رو حواستون باشه که غلط نیستا، متن بریتانیایی گاردین داره مینویسه، پس سبک نوشتاری نویسنده باید گاردینی باشه، یعنی بریتانیایی باشه. اما کلمه sympathize در ریشه از پیثاس میاد، ریشه لاتینش از پیثاس میاد به معنی feeling یا suffering. این دوتا معنی هست. چرا دارم میگم؟ این کلمه دوست دارم یه ذره در موردش صحبت کنم. یه ذره این کلمه با دو تا کلمه دیگه، حالا اگر اسمش رو بگیریم بهتره، یعنی من نگم sympathize، بگم sympathy، empathy و apathy. این سه تا کلمه رو ما قاطی میگیریم تو انگلیسی. خواهش میکنم سارا خانم تو کلاستون موفق باشید. مرسی از شما. خب sympathize، مثلا یه نفر باباشو از دست داده، من توضیحات فنیشو میسپارم به خودتون، برید از دیکشنری در بیارید. من یه جور توضیح میدم که تفاوت این سه تا رو برای همیشه بدونید چیه. sympathize یا اسمش sympathy یعنی چی؟ یه نفر باباشو از دست میده، شما هنوز از نعمت پدر برخوردارید، میرید بهش میگید که مثلا شروع میکنه به گریه کردن و اینا، میگید میفهمم چی میگی. خب این سیمپاتی شماست، یعنی دارید باش سیمپاتایز میکنید. خب شما درک نمیکنید که کسی که پدرش از دست داده چی داره میکشه. فرض کنید الان اون خانم مثلا 2 ماه پدرش از دست داده، الان یاد پدر افتاده و داره گریه میکنه، شما بغلش میکنید میگید که میفهمم چی میگی، ولی شما اون درد و اون فقدان پدر رو تجربه نکردید هنوز. خب اینجاها ما با افراد سیمپاتایز میکنیم، حالا هرچی ترجمهش میکنید با خودتون. اگر من امپاتایز بکنم با ای شروع میشه، یا امپاتی داشته باشم با یه نفر، خودم توی اون درد مشترکم. جملات ثابت میتونه باشه، مثلا تو حالت اول شما بگید که درک میکنم، میفهمم چی میگی، ولی فهمت فهم نیست. حالت دوم خودتونم پارسال پدرتون از دست دادید و الان که میگید میفهمم چی میگی، سلولتون با طرف همراهه. این امپاتیه. اپاتی هم که کلا میگید به من چه. خب اپاتی یه حالت بیخیالیه. اون ایش در خیلی از کلمات، در ریشه خیلی از کلمات منفی سازی میکنه. این ای apathy، A یعنی without any feeling یا مثلا having a feeling in common. این A میکنه معنی رو. پس apathy این همزاد پنداری رو کلا نداره تو خودش. به من چه، حالا مثلا باباش از دست داده، خودش رو کنترل کنه. خب یه همچین موضعی داره تقریبا طرف یا میتونه داشته باشه. محمود جان میگه که کلمات رو بنویس چشم. این apathy، این empathy و این sympathy، اینا اسامیشونه بچه‌ها. و حالا اگر IZE یا ISE بدید به انتهاش، طبیعتاً دارید فعلش رو میسازید. apathize، sympathize و empathize. این هم هدیه من به شما. کلمات وزن دارن، تو سطوح خیلی بالا. من مثلا کارم چیه الان؟ یکی از من میپرسید که شما که سطح زبان رسیده به جای خوب الان چی کار میکنید؟ من الان رو ریزه کاریه دارم کار میکنم. یعنی وقتی شما میگید که من تو سطح مثلا C2 هم، فرقتون میشه اینجور چیزا. باید برید سراغ جزئیات، باید یه چیزایی رو بهش دقت بکنید که شاید تو سطوح پایین لول لغت باشه اما دیگران بهش توجه نمیکنن، به رجیسترها، به خیلی مسائل. حالا بحثش اینجا نیست.
اگر سوالی کسی داره در خدمتم، اگر نه که امیدوارم توضیحاتم خوب باشه. از تک تکتونم ممنونم که وقت گرانبهای زندگیتون رو گذاشتید برای اینکه در کلاس من شرکت بکنید. سلامت باشید. ممنون استاد. قربون شما، سلامت باشید. من اینستاگرامم با اجازهتون هیچ وقت سیو نمی کنم برای اینکه افراد بیان سر کلاس اینجا بپرسن، متن رو ببینن، بیشتر درگیر بشن. ولی باز اینستاگرام رو ضبط میکنم که اگر 2 نفرم امکان شرکت در کلاس گوگل میت رو به هر دلیلی ندارن، به هر حال اینم یه قابلیتی باشه. دست همگیتون درد نکنه. شبتون بخیر و خدا